فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته من المهاجرين والأنصار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز، دوستان نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما دوستان عزیز هستم با قسمت جدیدی از برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در قسمت گذشته شروع کردیم با بیان ابواب اوانی، یعنی بابی که متعلق به ظرف هاست، ظرف های خوردنی نوشیدنی، و دو قسمت احادیث را بیان کردیم که بیان کننده این بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما مسلمان ها را از استخدام ظرف های طلایی و نقره‌ای منع کرده و برای ما وعید شدید داده که کسی که ظرف های طلایی و نقره‌ای را در دنیا استخدام میکنه مستحق عذاب جهنم میشه و احکامی که متعلق به این مسئله بود بیان کردیم. و علمای اسلام، علمای حدیث در این باب هم بابی را ذکر میکنن به نام دباغ الاهاب، یعنی دباغ دادن پوسته ها، چون پوسته ها هم من حیث وسایل گرفتن آب، وسایلی که دو خوردنی و نوشیدنی استخدام میشه، لذا او را هم در این باب ذکر میکنن، در باب اوانی. و در این مورد از صحابی گرانقدر پسر عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عباس حدیث روایت شده. این حدیث را امام مسلم روایت میکنه که حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا دبغ الاهاب فقد طهر. حضرت عبدالله ابن عباس سابق هم ما ترجمه و بیوگرافی از او را بیان کردیم که عبدالله ابن عباس بن عبدالمطلب پسر عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند که مشهور به حبر الامه یا بحر الامه، که به برکت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشان بحر علم بودند، در فقه، در علم تفسیر بحر بودند. و چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ایشان دعا کردند اللهم فقهه فی الدین و علمه تأویل، ای بار خدایا عبدالله ابن عباس را فقه در دین بگردان و علم تفسیر تأویل را به او بیاموز. لذا با برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشان لقب حبر الامه یا بحر الامه را به خود کسب کردند و در علم و دانش یک تازی میدان بودند در مابین صحابه کرام، که اخیرا ایشان در طائف وفات کردند و در آنجا قبرشان فعلا هم موجود است و معروف و مشهور است. آنها روایت کردند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا دبغ الاهاب فقد طهر. وقتی که پوست حیوان دباغت داده شود او به حالت پاکی برمیگرده و پاک میشه. اهاب پوستی را گفته میشه
که تا هنوز دباغت داده نشده باشه، یعنی پوست چتل و نجس. اما وقتی که دباغت داده شود، وقتی که پاک شود، او را به نام قربه یاد میکنه زبان عربی، قربه یا شن. اما قبل از اینکه دباغت داده شود به نام اهاب یاد میکنه او را. این حدیث را امام مسلم روایت کرده و همچنین اصحاب سنن، امام ترمذی، امام نسائی، ابو داود، ابن ماجه حدیث دیگری روایت کردن از ابن عباس که تقریبا قریب این حدیث است. معنای همین حدیث ادا میکنه که پیامبر صلی الله علیه و فرمودن ایما اهاب دبغ فقط طهر، هر پوستی که دباغت داده شود او پاک میشه. و علما در بعضی روایت ها حدیثی روایت کردن که تقریبا سبب این حدیث را بیان میکنه و سبب یعنی این حدیث این بوده که پیامبر صلی الله علیه و سلم تیر شد از که دید که مردم یک گوسفندی خود مرده را که از حضرت میمونه بود و خود مرده شده بود، یعنی به مرگ خود مرده بود و حلال نشده بود، او را کش میکنن به طرف آشغالدانی میبرن تا که در آشغالدانی او را بندازن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن الا استمتعتم باهابها، چرا شما با پوست از پوست ازی استفاده نکردین؟ آنها گفتن که اینها میته، این خود مرده است، خود مرده گوشتش حرام است، ما چطور از پوست ازی استفاده کنیم؟ مادام که گوشت حرام است، پوست ازی هم شاید حرام بوده باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودن ای ما اهاب دبغ فقط طهر، یا اینکه اذا دبغ الاهاب فقط طهر، وقتی که اهاب پوست دباغت داده میشه و به حالت پاکی میرسه و او پاک میشه. احکامی که ما از این حدیث استنباط میکنیم، ظاهر این حدیث دلالت به این میکنه که پوست وقتی که دباغت داده میشه او پاک میشه. لذا جمهور علما و اکثریت علما رأیشان هم است که وقتی که پوست دباغت داده میشه او از هر ناحیه پاک میشه و هر پوست پاک میشه. به این معنی که پوست چه مأکول اللحم باشه، چه از حیواناتی بوده باشه که گوشتش خوردن گوشت حلال است، و چه از حیوانات غیر مأکول اللحم باشه، حیواناتی باشه که خوردن گوشتشون حرام است، ناپاک است. هر نوع حیوانی که بوده باشه وقتی که پوستی از او دباغت داده میشه قابل استفاده میشه و پاک میشه. و همچنین پوست خودش هر دو جانبش پاک میشه، هم جانب داخلیش و هم جانب خارجیش، هم بیرون از طرف بیرون پاک میشه که از بیرون از ما استفاده کنیم، و هم از طرف داخل پاک میشه که از داخل از او ما استفاده کنیم، او را به شکل مشت جور کنیم، داخل از او آب بگیریم یا داخل از او بعضی چیزای مایعات را بگیریم، یا داخل از او مثلا من حیث دسترخوان استفاده کرده شود داخل از او نان بگذاریم، و همچنین از پشت از او ما استفاده کنیم، میتونیم میشه که سر از او نماز بخوانیم، سر از او بشینیم و از او هیچ اشکالی نداره. این رأی جمهور علماست، اکثر علما به می رأی هستند و صحابه کرام هم اکثر به می رأی بودند و از جمله امام علی رضی الله عنه و عبدالله ابن مسعود به می رأیشان همین بود. لیکن بعضی اقوال دیگه موجود است که امام نووی اونها را در شرح مسلم ذکر میکنه که متعلق به این مسئله است. و مسئله اول همیست که او قول اول همیست که بعضی علما به این حدیث عمل نکردن، گفتن که اهاب یا پوست ناپاک است و پوست را دباغت پاک نمیکنه، لذا از پوست استفاده کردن جایز نیست. و این علمای کمی هستند، بعضی از علمای هدوی و از بعضی صحابه هم این قول روایت شده است. و سبب این قول این است که حدیثی است که امام احمد و دارقطنی و بیهقی و ابن حبان را روایت میکنه از شخصی به نام عبدالله ابن حکیم که ایشان فرمودن اتانا کتاب رسول الله قبل موته الا تنتفعوا من المیتة باهاب ولا عصب. ایشان فرمودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش از موتشان، پیش از مرگشان کتابی برای ما روان کردن که محتوای این کتاب این بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در او فرمودن الا تنتفعوا من المیتة، شما استفاده نکنید از خود مرده، باهاب ولا عصب، نه از پوستی از او و نه از عصبی از او. عصب ماده است که در مابین فواصل می باشه، از این دو چیز خود مرده شما استفاده نکنین. آنها گفتن که حدیث ابن عباس، حدیث عبدالله ابن عباس که ما پیشتر خواندیم ایما اهاب دبغ فقط طهر، صحیح است که در صحیح مسلم است، حدیث صحیح است، لیکن این حدیث ناسخی از اوست، این حدیث و حدیث سابقه را نسخ کرده، چون در این حدیث آمده که اتانا کتاب رسول الله قبل موته، پیش از مرگشان، و این حدیث متأخر است و این حدیث ناسخی از اوست، لذا استفاده کردن
از پوست جواز نداره ولو که بعد از دباغت هم بوده باشه. لیکن جمهور علما به خلاف این رأی هستند. قسمی که ما گفتیم که از هر نوع پوست، چه پوست مأکول اللحم باشه چه غیر مأکول اللحم و چه از داخلش یا بیرون، از هر نوع استفاده کردن میتونیم ما وقتی که دباغت برسه. لیکن از این حدیث چند جواب دادن. اول امی که حدیث گفتن که حدیث ضعیف است، چون در این حدیث چند علت است. یک علت امی که مضطرب است، در متنش هم اضطراب است و در سندش هم اضطراب است، چون در بعضی از متنهایش میگه اتانا کتاب رسول الله و در بعضی از متنهایش میگه اتانا کتاب من شیوخ جهینه، کتابی یا نوشته بر ما از شیوخ جهینه رسید و در بعضی هایش هست که نوشته بر ما از پیغمبر صلی الله علیه و آله رسید. لذا در سند و متن از حدیث اضطراب موجود است و همچنین حدیث مرسل است، یعنی که عبدالله ابن حکیم پیغمبر صلی الله علیه و آله را ندیده و او خود روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله میکنه، لذا حدیث مرسل است. و همچنین در حدیث انقطاع موجود است، چون راوی که قبل از عبدالله ابن حکیم است یا در بعضی روایات حکیم است و در بعضی روایات حکیم، در بعضی روایات به عین آمده و در بعضی روایات به حاء. راوی که قبل از است به نام عبدالرحمن ابن ابی لیلا او هم قرن عبدالله ابن حکیم نبوده، یعنی عبدالله ابن حکیم را ندیده، لیکن با وجود از او روایت میکنه، لذا در حدیث انقطاع موجود است. لذا چند علت در حدیث موجود است که انقطاع، یکی ارسال، یکی اضطراب. لذا حدیث ضعیف است و به این حدیث عمل نمیشه. و همچنین به گونه دیگه جواب دادن و این که حدیثی که او را عبدالله ابن عباس روایت میکنه در صحیح مسلم است و تقریبا احادیث دیگری زیاد است که را تقویت میکنه، که امام شوکانی میگه که احادیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله در مورد دباغت پوست روایت شد تقریبا به 15 حدیث میرسه. لذا مجموع این احادیث به قوت میرسه و به صحت میرسه و در مقابل این حدیث ناسخ شده نمیتونه، یا اینکه مقاومت این حدیث را کرده نمیتونه. و همچنین حدیث ابن حکیم یا ابن حکیم حدیث خاص است و این حدیث دیگه حدیث عام است و حدیث ابن حکیم عام است و اما حدیث دیگه حدیث خاص است. وقتی که عام و خاص قاعده اصولی است، وقتی عام و خاص در تعارض بیه خاص مقدم میشه، لذا ما حدیث ابن عباس را مقدم میکنیم و با او عمل میکنیم. و همچنین بعضی علما یک جواب لطیف و ظریفی دادن و او اینکه گفتن که حدیث ابن حکیم هم ان شاء الله که صحیح باشه، لیکن با وجود صحتش دلالت به این نمیکنه که پوست بعد از دباغت دادنش ناپاک است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در حدیث ابن حکیم آمده که الا تنتفع من المیتة باهاب، کلمه اهاب آمده، شما از اهاب از پوست استفاده نکنین. اما اهاب در وقتی با پوست گفتن میشه که قبل از دباغت بوده باشه، یعنی پوست قبل از دباغت شما از او استفاده نکنین. و این متفق علیه است که وقتی پوست خود مرده قبل از دباغت استفاده از او جواز نداره. اما بعد از دباغت او به نام قسمی که ما قبلا هم گفتیم به نام قربه یا شن یاد میشه، یعنی بعد از دباغت کدام اشکالی نداره. پس حدیث ابن حکیم دلالت به این میکنه که استفاده کردن از پوست قبل از دباغتش جواز نداره. اما حدیث ابن عباس دلالت به این میکنه که بعد از دباغت استفاده کردن از پوست خود مرده جواز داره. لذا قول جمهور علما هم است که جواز داره و این رأی راجح است در نزد علما. و بعضی آرای دیگر هم موجود است و او این که بعضی علما روایت شده که فرق کردن در مابین مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم. گفتن که حیواناتی که مأکول اللحم باشه خوردن گوشت از اونها جواز داره، لذا وقتی که او حیوان خورد مرده میشه پوستی از او دباغت داده میشه، از پوستی از او هم استفاده کردن جواز داره. اما وقتی که حیوانی که غیر مأکول اللحم است، حیوانی که خوردن گوشت از او حلال نیست، وقتی که او میمره پوستی از او را دباغت داده از او استفاده میکنی، استفاده از او جواز نداره. و این قول از اوزاعی و ابن مبارک روایت شده. و همچنین از احناف رحمهم الله روایت شده که ایشان فرمودند که از هر نوع پوست استفاده کردن جواز داره بعد از دباغتش، الا از پوست خنزیر. پوست خنزیر، پوست خوک استفاده کردن جواز نداره، به خاطر از اینکه اصلا خوک میگه پوست نداره، پوستی نداره که جدا شود، در بین گوشتش چسبیده است. اما امام شافعی مذهب شافعی رحمهم الله به این هستند که از هر نوع پوست جواز داره مگر پوست خنزیر
نه به خاطر از اینکه پوست نداره، به خاطر از اینکه نجس است. خداوند او را در قرآن کریم نجس گفته، لذا از پوست ازو استفاده کردن جواز نداره ولو که بعد از دباغت هم بوده باشه. و همچنین سگ را قیاس به خنزیر میکنن، میگن که از این دو نوع حیوان از پوستش استفاده کردن جواز نداره که او سگ است و خنزیر است به خاطر نجاستشان. اما دیگه حیواناتی که ماکول اللحم غیر ماکول اللحم، هر حیوانی که بوده باشه وقتی که میمره پوست ازو را ما دباغت میتیم، از پوست ازو میشه که استفاده کنیم. و همچنین بعضی از اقوال موجود است که میگن که فرق میکنن در خود پوست میگن از وقتی که دباغت داده میشه از بیرونش استفاده کردن جواز داره، یعنی میشه که ما در سر ازو نماز بخوانیم، میشه که در سر ازو بشینیم، لیکن از داخلش میگن پوست استفاده کردن جواز نداره، یعنی نمیشه که ما داخل او را مشک جور کرد داخل از آب بگیریم یا داخل از او دیگر نان بگذاریم یا داخل یا او را من حیث دسترخوان استخدام کنیم. از داخلش استفاده کردن جواز نداره و این هم یک روایتی در مذهب مالکی ها امام مالک رحمت الله علیه موجود است. و روایت دیگری از زهری نقل شده که ایشان میگویند که از پوست، از هر نوع پوست استفاده کردن جواز داره، چه دباغت داده شوه یا نشوه، چون که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که هل انتفعتم باهابها، چرا از اهاب ازی شما استفاده نکردین. لذا استفاده کردن از پوست مطلقاً جواز داره، لیکن این قول هم در نزد علما جمهور علما مردود است، چون این مطلق است و این اهاب مقید شده در احادیث دیگری با احادیث دباغت که تقریبا به 15 حدیث عددشان میرسه که پیغمبر صلی الله علیه و آله امر به دباغت داده. لذا خلاصه کلام همین شد که پوست حیوان خود مرده وقتی که حیوان میمره، رای جمهور و همه علما اکثر علما هم است که وقتی که حیوان میمره خود مرده میشه، پوست ازو اگر گرفته شود دباغت داده شود، بعد از دباغت او پوست پاک میشه که ما از ظاهری او پوست استفاده کنیم و هم از باطنی از او استفاده کنیم. بینندگان عزیز، یک میانه برنامه کوتاه میبینیم، دوباره خدمت شما هستیم با احادیث جدیدی از احادیث دباغت و با ما باشد ان شاء الله. السلام علیکم. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى، قوموا إلى الدرب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هنگامی که انسان از دنیا می رود عملش قطع می گردد مگر سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که سود آن به مردم برسد و یا فرزند صالحی که دعاگوی وی باشد. الحبیب یقودنی و بنوره تصفو الحیاة، قد سار فی درب النبی صحب و اشراف تقى، قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت اولی برنامه با خدمت شما دوستان عزیز حدیث عبدالله ابن عباس را خواندم که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند ایما اهاب دبغ فقط طهر او اذا دبغ الاهاب فقط طهر، و احکامی که از او حدیث استنباط شد و را برای شما بیان کردم. احکامی که علما از او حدیث استنباط کردند خدمت شما بیان شد. و در این مورد گفتم که امام شوکانی گفته که تقریبا احادیثی که دباغت را ثابت میکنه که پوست بعد از دباغت پاک میشه تقریبا با 15 حدیث میرسه. و در قسمت آخری برنامه دو حدیث دیگری را هم خدمت شما بیان میکنم. و حدیثی که از سلمه صحابی به نام سلمه بن محبق روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند دباغ جلود المیتة طهورها، دباغ جلود المیتة طهورها یا طهورها. سلمه بن محبق راوی حدیث است
که نامشان سلمه بن صخر، محبق لقب است و نام محبق هم صخر بوده. سلمه بن ربیعه بن صخر الهذلی و لقبشان ابو سینان بود و از جمله صحابه بود، از جمله صحابه‌ای که پسان ایمان آوردن، صحابه متأخرین بودن و در حنین شرکت کردند، در غزوه حنین شرکت کردند و بعد از او در زمان خلافت امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب غزوه به نام غزوه مدائن با قیادت سعد بن ابی وقاص بود، در او هم شرکت کردند و از جمله صحابه بصریین گفته میشن، یا جمله صحابه بودن که در بصره سکونت کردند و در آنجا وفات کردند. این صحابه بزرگوار روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دباغ جلود المیتة طهورها، دباغ دادن پوست خود مرده، حیوان خود مرده پاکی از اوست. یعنی وقتی که حیوان خود مرده پوستی از او گرفته میشه و دباغت داده میشه، این سبب پاکی از او پوست است و پوست پاک میشه. این حدیث را ابن حبان روایت میکنه در صحیح خود و حکم به صحت حدیث میکنه، حدیثی صحیح است. و همچنین روایت های دیگری در مسند احمد و ابو داود و نسائی و بیهقی آمده که آنها هم تقریبا مشابه همین حدیث است که در مسند احمد، ابو داود و نسائی و بیهقی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دباغ الادیم زکاتو، دباغت دادن پوست پاکی از اوست. و همچنین در لفظ دیگه آمده که دباغها طهورها، دباغت دادن پوست پاکی از اوست. و این احادیث و این روایت ها به حیث مجموع دلالت میکنه به آنچه که دلالت کرد به او حدیث ابن عباس که پوست وقتی که دباغت داده میشه پاک میشه، هر پوستی بوده باشه و به چه نوعی که بوده باشه. و در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که دباغ الجلود المیتة طهورها، در روایت دیگه که دباغ الادیم زکاتها، در اینجا تشبیه دادن دباغت را به حلال کردن حیوان. قسمی که حیوان وقتی که حلال میشه گوشت از او پاک میشه، همین قسم وقتی که پوست حیوان خود مرده دباغت داده میشه او هم قابل استفاده میشه و پاک میشه. و یک مسئله دیگر باید متوجه باشیم که وقتی که ما میگیم پوست بعد از دباغت پاک میشه، به این معنی که پاکی خوردن باشه، یعنی او خورده شوه، خوردن از او به اتفاق علما حرام است. لیکن پاکی به این معنی که او از او استخدام کرده میشه، ما میشه که او را ظاهر از او را استخدام کنیم در نماز خواندن، در بالای از او ششتن، و باطن از او را استخدام کنیم به گرفتن آب و مایعات و همچنین من حیث دسترخوان و گذاشتن نان در بالای از او. و اما خوردن از او من حیث اتفاق، من حیث اجماع علما حرام است، چون که در روایت از حدیث ابن عباس میگه که انما حرم من المیتة اکلها، از خود مرده خوردن از او حرام است. همه خوردن از او، چه خوردن گوشتش باشه، چه پوستش باشه، چه استخوانش باشه، چه رگ و چه عصبی از او باشه، از خود مرده خوردن همش حرام است، اما پوستش بعد از دباغت پاک میشه. و حدیث دیگری هم ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مر النبی صلی الله علیه و سلم بشاة یجرونها فقال لو اخذتم اهابها فقالوا انها میته فقال یطهرها الماء والقرض. این حدیث را ابو داود و نسائی روایت میکنن و این حدیث از ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها روایت شده. حضرت ام المؤمنین میمونه بنت الحارث الهلالیه، نامشان قبل از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ایشان ازدواج کنه به نام بره بود، بره نام داشتن. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد نام آنها تبدیل کرد و نامشان میمونه گذاشت. و ایشان خاله پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خاله حضرت ابن عباس، خاله عبدالله ابن عباس میشوند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سال هفتم هجری وقتی که با عمره القضا به مدینه منوره تشریف بردن، بعد از اذان نمودن عمره القضا با ایشان خواستگاری کردن و با ایشان ازدواج کردن و ایشان را در عقد نکاح خود درآوردن و ایشان آخرین خانمی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ایشان ازدواج کرد و بعد از او با کسی دیگری ازدواج نکردند و ایشان حیات بودند تا سال 51 هجری. در سال 51 هجری وفات کردند و در بعضی روایت‌ها سال 61 هجری آمده و در بعضی روایت‌ها سال 66 هجری در مدینه منوره وفات کردند و در بقیع الغرقاد در پهلوی دیگر ازواج مطهرات دفن شدند. ایشان روایت میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیر میشد، دید که مردم یک گوسفندی را کش میکنن میبرن که او را به آشغالدانی و در جای مخصوصی که به آشغال بده در اونجا بندازن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لو اخذتم اهابها، ای کاش که شما
پوست ازی را میگرفتن، از پوست ازی استفاده میکردن. اگر شما پوست ازی را گرفته از او استفاده میکردن. فقالوا انها میته، صحابه‌ای که گوسفند را کش کرده میبردن گفتن که اینها میته، این خود مرده است، از خود مرده که استفاده کرده نمیشه، گوشت حرام است. پیغمبر صلی الله علیه و فرمودن یطهرها الماء والقرض، شما این پوست را آب و قرض پاک میکنه. در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دو چیز اشاره میکنه. اول اینکه دباغت دادن پوست را پاک میکنه، حکم اول دباغت دادن پوست را پاک میکنه. و دوم اینکه اشاره به این میکنه که باید ما به چه چیز پوست را دباغت بدیم. به دو چیز اشاره میکنه، اول آب، دوم قرض. قرض حیوان درخت بزرگ است که تقریبا بلوط میگن یا کنده بزرگی داره که به نام کنده بلوط، و این از کنده ازی گرفته با آب گرد میشه و در دباغت دادن پوست استفاده میشه. گفتم که حدیث ابو داود و نسائی روایت میکنه و در روایت دارقطنی هم با کمی الفاظ مختلف آمده. چنین آمده که الیس فی الماء والقرض ما یطهرها، آیا در آب و قرض، یعنی در آب و درخت قرض آن چیزی نیست که را پاک کنه، یعنی به این معنا که آب و قرض وقتی که استعمال شود در دباغت از این پوست پاک میشه، شما میشه که از این پوست استفاده کنین و او پوست مورد استفاده قرار بگیره. و امام نووی با چیزهایی که توسط از او دباغت داده میشه در شرح مسلم اشاره میکنه، میگه که یجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه. هر آن چیزی که پوست را خشک میکنه و گندگی از او را از بین میبره و پوست را برای از او رایحه خوب میته و از داخل شدن چیزهای مفسد و فاسد منع میکنه او پوست، به او چیز دباغت دادن پوست جواز داره. مثال میتونه که شث و القرض و قشور الرمان. شث هم یک نوع درخت است که بوی خوش داره و مزه تلخی داره. و قرض که گفتیم که درخت است که کنده بزرگی داره که به نام بلوط یاد میکنن. و قشور الرمان پوست انار. این چیزایی است که با آب گرد میشه و توسط از او پوست دباغت داده میشه و بعد از دباغت و پاک میشه. و همچنین میگه ولا يحصل بالشمس والتراب والرماد والملح على الاصح. و صحیح ترین قول علما است که پوست توسط آفتاب و توسط خاک، توسط خاکستر و توسط نمک دباغت داده نمیشه. یعنی دباغت پوست توسط درخت بلوط یا درخت شث یا پوست انار که با آب گرد میشن و این پوست دباغت داده میشه، به این صورت پاک میشه. اما این که اگر پوست در آفتاب گذاشته شود بعد از یک مدتی باز گرفته شود و پوست مطبوع یا دباغت داده شده گفته نمیشه. و همچنین در خاک مالیده شود دوباره گرفته شود از او پوست استفاده کرده نمیشه، او را پوست مطبوع یا دباغت داده شده گفته نمیشه. و همچنین با نمک اگر مالیده شود، با خاکستر مالیده شود، این چیزایی است که پوست را پاک نمیکنن. چیزی که پوست را پاک میکنه اون چیزی که ما بیان کردیم، امام نووی او را بیان کرده و استنباطی که از این حدیث و از دیگر احادیث کردن. این بود احکامی که متعلق به دباغت پوست بود، به آش دادن پوست. خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم و خداوند برای ما توفیق عمل به گفته های گرانبهای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیب کنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.